لیونل مسی در سال 2016 در روساریو آرژانتین به دنیا آمد. او از کودکی عاشق فوتبال بود و همیشه با برادران و پسرعموهایش بازی می‌کرد. در 6 سالگی به نیولز اولد بویز پیوست. در 13 سالگی، مسی و خانواده‌اش تصمیم سرنوشت ساز خود را برای مهاجرت به بارسلونا گرفتند. او به آکادمی جوانان بارسلونا، لا ماسیا، پیوست. مسی به سرعت با توانایی‌های طبیعی خود مربیان را تحت تأثیر قرار داد و در رده‌های سنی پیشرفت کرد. در سال 2004، در حالی که تنها 17 سال داشت، مسی اولین بازی خود را برای تیم اصلی بارسلونا انجام داد. او رکورد جوانترین بازیکن و جوانترین گلزن را شکست. دنیای فوتبال متوجه این ستاره آرژانتینی جوان شد. مسی با رونالدینیو زوج قدرتمندی تشکیل داد. مهارت‌های دریبلینگ و دید او مسحور کننده بود. او به بارسلونا کمک کرد تا در اولین فصل کامل خود قهرمان لالیگا شود. دوران حرفه‌ای مسی تحت هدایت پپ گواردیولا به اوج جدیدی رسید. او به نقطه کانونی سبک تیکی تاکا بارسلونا تبدیل شد. گلزنی‌های او جوایز متعددی از جمله 7 توپ طلای رکورددار را برای او به ارمغان آورد. مسی با بارسلونا تمام جام‌های مهم از جمله 10 عنوان قهرمانی لالیگا، 7 عنوان قهرمانی کوپا دل ری و 4 عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. او با نیمار و لوئیس سوارز مثلث افسانه‌ای تشکیل داد. آنها در کنار هم یکی از ترسناکترین خطوط حمله تاریخ فوتبال بودند. در سال 2021، پس از دوران طولانی و پرافتخار در بارسلونا، مسی به پاریس سن ژرمن PSG پیوست. او به درخشش خود ادامه داد و 2 عنوان قهرمانی لیگ 1 را به مجموعه افتخارات خود اضافه کرد. با این حال، او در سال 2023 به دنبال چالشی جدید PSG را ترک کرد. مسی اینتر میامی سیاف در ایالات متحده را برای ادامه فوتبال خود انتخاب کرد. او به دنبال یک ماجراجویی جدید و فرصتی برای تجربه فرهنگ فوتبالی متفاوت بود. او اینتر میامی را به قهرمانی در جام اتحادیه رساند. در هر بازی گلزنی کرد و کفش طلا را به دست آورد. مسی در طول دوران حرفه‌ای خود یک ورزشکار فروتن و فداکار باقی مانده است. او یک اسطوره واقعی این ورزش است که با استعداد و روحیه ورزشی خود الهام بخش میلیون‌ها نفر است.